از سوی بخارا به من آید، با بوی گل و مشک و نسیمی سمن آید، و هر زن و هر مرد کجا بروزد آن باد. مگر آن باد همه از خودن آید. رشیدی سمرقندی می‌فرماید که گر سری یابد به عالم کس به نیکو شاعری، رودکی را بر سری آن شاعران زیبد سری. سلام و عرض ادب به کلی آن عزیزانی که این لحظه با ما پیوستن و یک سلام خاص به مهمان محترم که فعلا با خود داریم، میرزا صالح، پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان. استاد بسیار خوش آمدید به برنامه خود. سلامت باشید. و مطمئنیم که یک صحبت اختصاصی در رابطه به شخصیت، مقام و جایگاه ابو عبدالله جعفر بن محمد رودکی داشته باشیم. و در نخست میخواستم قبل از آن که از رودکی بزرگوار شروع بکنیم، در رابطه به کلام هنری ما و دستاورد آن چند نکته را ارائه میکردید. سلامت باشید. بسیار سوال مهم به میان گذاشتید. راستی جدیترین دستاورد ملت تاجیک در مسیر تاریخ پیش از همه کلام هنری او است که از یگان جهت میان جهانیان قیاس ندارد، هم از جهت تاریخ پیدایش این ادبیات را بعضی محققان تا به 8000 سال دانستند. مثلا رکنالدین همایون فرخ 2 جلد کتاب دارد، تاریخ 8000 ساله شعر فارسی. بله. پس معلوم میشد که این ادبیات، کلام هنری ما در 2 شکل، در شکل نظم و نثر، تاریخی خیلی قدیمه داشته است و از سبب آنکه در گذشته بیشتر آثار خطی ما امروز از جهت مقدار هم بسیار جالب است. 108 متن خطی امروز دسترس است از یادگاری های دوره باستان. 108 متن خطی که میان جهانیان قیاس ندارد، یعنی بی بدل است. و بدل است. از این 108 متن خطی 16 تا تنها اندرزنامه. انا برای همین هم معلوم میشد که مناسبت این ملت به کلام هنری نهایت جدی بوده است. زهی فزوده جمالی تو زیب آرا را، شکسته سنبل زلفی تو مشک سارا را. قسم بر آن دل آهن خورن که از سختی، 1000 طرح نهاده است سنگ خارا را. شما شعر را نظم می‌خوانده اید، رخصت دامش را من گویم. من از تو هیچ مروت طمع نمی دارم، که کس ندیده زی سنگین دلان مدارا را. این رهگذر غزل امام ما را میدانسته است. این غزل از رودکی است. چی؟ دروغ. رودکی منم. خود رودکی؟ رودکی شاعر؟ صدقت شوم بلبل خوشخوان، شکر به دهانت رودکی. میخواستم در رابطه با آن تعدادی شاعرانی که در ادبیات ما بودن. واقعا بسیار مسئله مهم را به میان گذاشتید. تنها در عصرهای میانه، یعنی اگر مشخص‌تر گوییم از آخرهای عصر 8 آغاز عصر 9 تا مثلا انقلاب اکتبر، امروز 30,000 شاعران ما دیوانشان دسترس است. از جمله 400 نفر شاعری هست که هنوز دیوانش به دست نآمده است و آثار او را ولی صاحب دیوان بود. در اساس سرچشمه‌های ادبی و تاریخی آثار آنها را گردآوری کردند. بسیار خوب. نیمه دیوم عصر 8 و ابتدای عصر 9 شاعران ما دیگر دنبال شعر تاجیکی، فارسی دری شدند، چون قبلا بیش از 50 شاعری بودند که تاجیک بودند ولی با زبان عربی می نوشتند. چون محیط آن زمان را محیط سکوت هم می گفتند. در ادبیات ما اگر اشتباه نکرده باشم مثل حنظلی بادغیسی، محمد ابن وصیف سغزی، بسام کرد خارجی، فیروز مشرقی، وراق هیروی، مسعود مروزی، خوب اینا تعدادشان زیاد است، با زبان تاجیکی فارسی دری شعر می گفتند. صاحب دیوان هم بودند.
چندی از شاعران. ولی در رأس ادبیات استاد رودکی آمد. چی ویژگی رودکی داشت که برتر و بالاتر از دیگران بود؟ دو عصر سکوت میگن، همین از عصرهای 7 تا 8 رو. با وجود این ادبیات ما از انکشاف باز نمانده است. درست است که در سطح مثلا من بعد انکشاف نکرده است، ولی در هر صورت در شکل ابتدایی شکل خود گرفته بود. در هر صورت دوام کرده است. من ببینید اولین شعری که حتی مردمان بلخ ایجاد کردند در حجوی اسد ابن عبدالله که مثلا به سمت ختلان هجوم کرده بود و کارش نابرار شد و در بازگشت وقتی که وی شکست خفانشینی کرد، مردم بلخ او را حجو کرده. حتی خردسالان او را از خوتلان آمده یه، رو به تباه آمده یه، خشک‌نزار آمده یه، آواره باز آمده یه گفتند. بله. انا این یکی از این خود گواه اون است که زبان ما کاملا از بین نرفته است، با وجود اون که زبان عربی زبان دولتی بود. گپ در سر این که وقتی که یعقوب بن لیث صفار سر قدرت آمد، هنوز زبان دولتی زبان عربی بود. مردم به زبان عربی ایجاد میکردند. وقتی که او رو با قصیده مثلا مدحی پیشواز گرفتن، او گفت که به زبانی که من نمیدونم چرا می نویسید. یعنی مدحی به زبان عربی بود. شاید همان هویت بلندی ملی داشت. یعنی نخواست که به زبان عربی خیلی بلند خودشناسی است. بله. این گپ گفتنش کار آسان نبود در آن زمان. در اون دوره کار آسان نبود. با وجود وی جرأت کرده این گپ رو، چون که بعد از پیروزی گفت. بعد از اون که پیروز شد و مثلا غلبه کرد این گپ رو گفت. انا که ببینید این برای ایجادکاران مخصوصا شاعران یک تکان شد. اولین شده محمد ابن وصیف سگزی قصیده مدحی تبریک کرد. مطلعش چنین است که ای امیری که امیران جهان خاصه و عام، بنده و چاکر و مولای سگی بند و غلام. انا خیلی آغاز میشد که خیلی ستایش، خیلی وصف عالی جناب، یعنی قسمتی همون مدحیه قصیده است. این تغزل ندارد، به واسطه از مدح سر میشه. درست است. و در دایره های ادبی پدری زبان فارسی، دری، تاجیکی همین ابن لیث را میگویند. این تا کجا درست است؟ چون که هیچ کس جرأت نمیکرد این سخنی که ابن لیث گفت، هیچ کس جرأت نمیکرد. این اولین شده جرأت کرد و شخصیت سیاسی بود. انا برای همین هم نقش این در تحول زبان، در مثلا انکشاف زبان ما، البته زبان ما کاملا از بین نرفت، ولی در هر صورت در غناوت زبان ما نقش این شخصیت سیاسی خیلی بزرگ است. بله. و اون شکامه هایی که در اصل 7 و 8 آمده است خود گواهیان است. خود گواهیان است که مثلا بلندتری شعری نسبتا بلندی که مثلا حتی گمان نمیکنید که محصول این عصر باشد، حنظله بادغیسی گفت. مثلا از او 8 بیت باقی مانده است. انا ببینید میگوید که یارم سپند اگرچه در آتش همه فکند، از بحر چشم تا نرسد مر ورا گزند، او را سپند و آتش نآید همه بکار، با روی همچو آتش و با خال چون سپند. ببینید گمان میکنید که این شعر دیروز گفته شده است. و بسیار تصویری زیبا، بسیار حتی عالی جناب، از جهت هنر نیز بسیار عالی است. میخواستم پرسیده باشم که استاد رودکی در کدام زمان به دربار آمد؟ چون همگی ما خبر داریم که عصر 10 عصر شکوفایی، یعنی همان رنسانسی که در عصر 15 در فرانسه بود، اساسگذارش والتر، در عصر 10 احیا در ادبیات ما آغاز یافته بود. آفرین. میهمانان آمدند. شاعران بخارا. رودکی کجا شد؟ این است رودکی. شنیدیم که شاعری شهیر رودکی به بخارا آمده است. مرحبا. شهر پیشکش، جانها صدقه. من مرادیم. اینها شهید فرالاوی، احمدی برمک، سازندگان عیسی جانان. ما و شما دوستانی دیرینه ایم، هرچند که یکدیگر را بار اول میبینیم. در ادبیات ما قبول شده است که عصرهای 9 تا عصر 15 6 عصر، حتی میخائیل زند کتاب دارد با نام 6 عصر شهرت.
انا همین مرحله کلاسیکی رشد نام دارد. با این بنیاد گذاشت استاد رودکی و واقعا شما درست خیلی کردید که چگونه وی به دربار آمد. تمام سرچشمه ها او را در نسبت نصرالدین بن احمد سامانی تاکید کردند. درست است. ولی اشاره های خود رودکی گواه است که تنها با عصر مثلا نصرالدین بن احمد سامانی مربوط نیست این مسئله. برای چی؟ برای آنکه نصرالدین بن احمد تقریبا خیلی خرد سر قدرت آمد. 7 ساله بود دوستان. که رودکی در این وقت نزدیک به 60 بود. هیچ امکان ندارد که بچه خردسال مثلا اعتبار رودکی، مرتبه رودکی را شناخته تواند. درست. بنابراین رودکی خودش اشاره میکند که کی را بزرگی و نعمت ز این و آن بودی و را بزرگی و نعمت ز آل سامان بود. از سبب آنکه آل سامان یعنی سلاله یاد میکند، پس معلوم میشد که و تا دوره نصرالدین علاقه به دربار ارتباط داشته است، در دربار بوده است. رودکی نظر به قول این مهمان بغدادی شاعران بزرگ عرب از قبیل جریر، طایی، حسان در وقت بزم ضیافت بعد از کاغذ و قلم میگرفتند و در پیش چشم خلیفه قصیده می نوشتند. ما به او گفتیم که آفرین به شاعران عرب. این کار از دست شاعران ما هم می آید. آیا تو می توانی گفته ما را ثابت کنی؟ مجلس بساخت شهریار بدین سان از گلو و از یاسمین و خیجی الوان. از گلو و از یاسمین و خیجی الوان. خسرو بر تخت پیشگاه نشسته شاهی جهان، آفتابی گوهری سامان. آفتابی گوهری سامان. یک صف میران و بلعمی بنشسته، یک صف هوران و پیر صالح دهقان. بربط عیسی و فرشهای فوادی، چنگ مدکنیر و نای چابکی جانان. نای چابکی جانان یعنی قبل از نصرالدین او در دربار. بله اگر که تنها نصرالدین بشید او مثلا آل سامان نمیگفت. بله درست میگه دوستان. خصوصیت های اصلی شعر استاد رودکی در چی بود؟ یعنی چی ویژگی داشت که اینقدر جایگاه بلند را؟ مخصوصا یک کتابی که چند پیش دسترس شد، کتاب پروفسور شادروان خدای شریف زاده فردوسی و شعر عصر ده فرض کردیم، نهایت مسئله های مثلا همین شعر عصر ده، کلام هنری عصر ده در اونجا به تمام جزئیات هست. علاقمندانه به این مسئله یک چیز رو باید گویم که استاد رودکی 4 رسالت کاملا تاریخی به جا آوردند. در تأسیس کلام هنری ملی ما استاد رودکی 4 رسالت صرف تاریخی به جا آوردند که به کسی از ادیبان، کسی از ایجادکاران این 4 رسالت میسر نگردیده است. این رسالت های تاریخی پیش از آن عبارت است که حاضر ما گفتیم که تو رودکی شاعران خیلی زیاد بودند و اشاره هم دارد رودکی گر شاعران نوند منم و نوگواره، یک بیت پرنیان کنم از سنگ خاره. شما ببینید که یعنی اینجا اشاره هست که تا رودکی شاعران بودند. یعنی چرا پس رودکی بنیادگذار است؟ برای آنکه آن شاعران هنوز زبان ادبی ما تشکل نکرده است. آن شاعران با زبانهای محلی ایجاد کردند. گرفت خواهم زلفین عنبرین تو را، به بوسه نقش کنم برگ یاسمین تو را. هر آن زمین که تو یک ره برو قدم بینی، 1000 سجده برم خاک آن زمینی تو را. 1000 بوسه دیم بر سهای نامه تو،
اگر ببینم بر مهر او نگینی تو را و تیغ هندی گو دستی من جدا بکنند اگر نگیرم روزی من آستینی تو را. اون شاعران با زبانهای محلی ایجاد کردند و در تشکل زبان ملی ما، زبان ادبی ملی ما، بزرگوار رودکی نقش نهایت کلیدی دارد. البته یک کس رو در تشکل زبان وای کردن اینقدر چی نیست، ولی سرچشمه ها گواهی میدهند که استاد رودکی خدمت یک مکتب ادبی رو تنها یک فرد به جا آورده است. مثلا رشیدی سمرقندی قبلا شما یادآور شدید میگوید که گر سری یابد به عالم کسب نیکو شاعری، رودکی را بر سری آن شاعران زیبد سری. شعر او را من شمردم 13 رصد هزار، همفزون آید اگر چنان که باید بشمری. انا اکنون مصرعی 3 مصرعی این شعر پورا فهمو است، یگان جای بحث ندارد، ولی مصرعی 4 کس را خیلی مثلا به اندیشیدن وادار می سازد که چرا بعد از 13 اگر این به معنی شمردن مقدار آثار رودکی باشد، پس یک چیز رو کی 13 دفعه می شمارد؟ این یک. دوم اینکه اگر 13 دفعه و شمرده باشد، پس چرا در مصرع 4 باز شبهه کرده است؟ همفزون آید اگر چنان که باید بشمری. معلوم میشد که اینجا به معنی شمردن نه، بلکه 13 کرد 100 هزار است که 1,300,000 میشد. این به آن آورده رسانده است که در تشکل زبان ادبی نقش این شخصیت برابر به یک مکتب ادبی هنری است. درست است. انا یکم رسالت تاریخی رودکی در همین ظاهر میشد که وای در تشکل زبان ادبی ما نقش کلیدی دارد. از لطف و مرحمت عالی سرفرازم. کمان پاراندن میتوانی؟ نه، کمانی من شعر است و تیرم سخن. رسالت دوم تاریخی و با ادبیات کلاسیکی، با ادبیات مرحله نوی تاریخی که به زبان ادبی ایجاد شده است، با این ادبیات بنیاد گذاشت. یکی از محققان بسیار پرکار ادبیات ما، سعدانشاه عمرانوف، حساب کردند که 52 عنوان افتخاری استاد رودکی سزاوار گردیده بوده است. همچنان که چند تاش را نمبر کردیم. بله. انا برای همین هم نقش این شخصیت هم در بنیادگذاری مثلا ادبیات مرحله نوی کلاسیکی، هم در تشکل زبان ادبی نهایت بزرگ است. رسالت سوم تاریخی رودکی از آن عبارت است که وای به سبک نوی ادبی، اولین سبک در ادبیات، این سبک خراسانی، سبک ترکستانی، سبک ماوراءالنهری، سبک بخارایی و مشخصا سبک رودکی میگویند این را. این رسالت تاریخی رودکی باز هم جدیتر است در شکلگیری مثلا کلام هنری ما، هم در زبان، هم در مثلا از جهت زبان، هم در ادبیات. اندکی 4م رسالت تاریخیش بنیاد یک مکتب ادبی هنری که اون رو مکتب بخارایی رودکی گفتند. تقریبا 300 نفر شاعران در مقیمان آستان این مکتب بودند. یعنی خدمت بزرگ استاد رودکی در ادبیات آن است که شعر را از جهت لفظ و معنی در حد کمال و جمال رساند. حالا دیگرش فکر کنیم، شاعران تا رودکی در 1 یا 2 ژانر اگر ایجاد کرده باشند، رودکی یکی از شخصیت‌هایی هست که در اکثر نوع‌های ادبی هم لیریکی و هم اپیکی ایجاد کردند. شما تصور کنید که مثلا یکی از مسئله‌های خیلی بحث انگیز مسئله ظهور غزل است. 4 اشاره دارد رودکی که او غزل دارد. گذشته از این ناصر خسرو غزل سرایان را تنقید میکند. از طرف دیگر عنصری کشاد روشن مشخص میگوید که غزل رودکی وار نیکو بود، غزل های من رودکی وار نیست، اگرچه بکوشم به باریک وهم، در این پرده اندر مرا بار نیست. گفته مثلا آثار رودکی رو تصدیق میکند که واقعا سزاوار پیروی، سزاوار تتبع است. بله، یعنی استاد رودکی نه تنها در غزل بلکه در نوع‌های گوناگون شعری از قبیل قصیده، قطعه، رباعی، مثنوی
و دیگر ژنرهای گوناگون شعری متن خوازمایی کرده است و موفق هم شده است. همینطور است؟ بله نهایت. ببینید که اولین قصیده ای که کاملا جوابگوی ژنر باشد استاد رودکی گفته است. مثلا قصیده مادر مای، قصیده مادر مای که از 94 بیت عبارت است و عجیب اون که 18 بیت اولی اون قصیده خمریه است. کاملا اول مثلا مادر مای را بکرد باید قربان، بچه او را گرفت و کرد و به زندان. یعنی این 18 بیت خصوصیت خمریوی دارند. بعد از این گریز و مد آغاز میشد که مدحش کاملا ارزش تاریخی دارد. از ناصری خسرو هم در جریان صحبت یاد کردیم و از استاد رودکی یک سوال در ذهنم آمد که شعری چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموش، در دیوان انتشار شده که در تهران شده است منسوب به شاه ناصری خسرو میدانند، ولی در ما به رودکی کی، یعنی این شعر از رودکی است. شما چی نظر دارید؟ منسوب کی است؟ مال کی است؟ عجیب که این به قطرون تبریزی هم وای میکنند، گویا که این وی قطرون باشد اما این مال رودکی است. یعنی مطمئنا شما میگویید؟ ها، برای آن که منو بینید، سبکش بینید، اصولی مثلا جنبه های بسیار نازک هنریش رو بینید. مثلا ببینید که او با ایجاد کلیله و دمنه اون مسئله هایی که در اینجا مطرح میشد در اونجا البته با تمام جزئیات خیلی مفصل، اما در این شعر اصلا مکافات عمل، یعنی بنیاد این شعر رو مکافات عمل وای میکند. چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموش. این تیغ نه از بهر ستمگاران کردن، انگور نه از بهر نبیذ است به چرخوش. عیسی به ره دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگریفت به دندان سری انگشت. گفتا که کی را کشتی تا کشته شدی زار. ببینید این شیوه مثلا همون جزئیات هنری رودکی در اینجا خیلی نازک مثلا مطرح میشد. گذشته از این سرچشمه ها نیز مال رودکی دانستن، ولی با هستن سرچشمه هایی که به ناصری خسرو منسوب میدن. چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموش. نزدیک خداوند بدی نیست فراموش. این تیغ نه از بهر ستمگاران کردن، این تیغ نه از بهر ستمگاران کردن، انگور نه از بهر نبید است به چرخوش. انگور نه از بهر نبید است به چرخوش. شما از کلیله و دیمنه یاد کردید. شروع کلیله و دیمنه در ادبیاتی که ما همگی خواندیم چنین است: هر کی ناموخت از گذشته روزگار، نیز ناموزد ز هیچ آموزگار. همطور است. ولی هستند دانشمندایی که میگن که این مطلع نیست، قبل از این هم بیتی هست. میخواستم از این بپرسم که آیا این درست است؟ بسیار مهم، جنبه بسیار مهم تاکید کردید. واقعا تا مثلا سال گذشته تمام مثلا عالمان ما، دانشمندان ما در کتاب‌های درسی تعلیمی، حتی در مثلا اثرهایی که با استاد رودکی بخشیده، مقاله هایی که با استاد رودکی و با این اثر او بخشیده شده اند، همین هر کی ناموخت از گذشت روزگار نیز ناموزد ز هیچ آموزگار، این مطلع میدانستند. اما دانشمندان ایران در اساس یک منبع پیدا کردند که این مطلع این بیت دوم بوده است. بیت اولی و این خیلی بوده است که یعنی مطلع نبوده است. این بیت دوم بوده است، مطلع نبوده است. مطلع و چنین بوده است: هر کی رو ایزید لخت هوش داد،
هر کی رو ازید لخت هوش داد روزگار او رو بسنده استاد هر کی ناموخت از گذشته روزگار نیز ناموزد زهج آموزگار من منطق بدیعی و تناسب سخن را هم ببینید دو چیز را اهمیت دهید منطق بدیعی کلام و تناسب سخن را اگر اهمیت دهید بسیار موافق است بسیار مثلا هیچ جایی مثلا رد کردن وای نیست درست میگید بله استاد یک بیت بدیلم به یادم آمد که استاد کشریف هم میخواندن ولی طرز خواندن استاد کشریف آنچنانی نبود که امروز میخوانند همان قلعه بندی که بسیار مشهور است میگه بدیل ساز دل و دست تهی شرمندم جز دعا دیگر چه از من و سامان من جز دعا دیگر چی خواهی از من و سامان من ولی در جای دیگر است میگه جز دعا دیگر چی آید از من و سامان من ولی قبل از این مقطع یک بیت دیگر است میگه که تحفه میخواستم نظر خرامت آورم بینوایی اشک حسرت ریخ بر دامان من بعد به دل ساز دل و دستی شرمندم خوب ببینید در اینجا هم منطقی بدیعی سخن سبکی به دل بر علا مشاهده میشن این یگم مثلا در از به دل نبودنش یگم که شبهه نیست درست مثلا این کاملا این است که از مال به دل است بله بسیار خوب خوب میخواهم باز برگردیم به استاد رودکی بزرگوار که کدام دانشمندان غرب در رابطه با رودکی پژوهش‌های علمی داشتند از سبب آنکه رودکی بنیادگذار ادبیات سهمگذاری محوری در تشکل زبان ادبی در سبک خراسانی در مکتب ادبی هنری است بنابر این اون توجهی که جهانیان با آثار رودکی کردند گفتن ممکن است که تا به حد آثار رودکی تحقیق و تدقیق شده است که گفتن ممکن یگم جهت دیگر مثلا همطور به نظر نمیخورد که یگم کسی متخصص ادبیات باشد و دایر بر رودکی بحث نکرده باشد یعنی چی در غرب چی در شرق دایر بر رودکی اینقدر این شخصیت ایجادی مورد تحقیق قرار گرفته است صرف نظر از آن که مقدار آثاری به دست آمده فزون از 1000 بیت است هر باد که از سوی بخارا به من آید با بوی گل و مشک و نسیمی سمن آید هر شب نگرانم به یمن تا تو برایی زیرا که سایلی و سهیل از یمن آید در خودمون مخصوصا این از استاد عینی بعد از انقلاب اکتبر که مسئله مثلا تشکیل جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان پیش آمد استاد البته بعضی‌ها به این کمترک مخالفت هم کردند و نمونه ادبیات تاجیک که همچون شناسنامه ملت روی کار آمد استاد عینی در مسئله شناخت رودکی یکی از اقدام‌های جدی‌ترین گذاشتند یعنی آغاز نمونه ادبیات تاجیک هم از استاد رودکی شروع شد این اقدام را استاد عینی یعنی اقدام کرد ولی در شناخت رودکی از مثلا دانشمندان ما نقش ساتم الاغزاده گفتن ممکن است که یکی از نویسنده بهترین ما گذشته از این یکی از دانشمندان بسیار نازک مثلا تاریخ ادبیات که شاید در سطح الاغزاده دانشمندی که مثلا ادبیات رو در آن سطح میداند در آن روزگار مثلا کمتر بود ببینید در سالهای 30 و من بعد در شناخت رودکی این شخصیت خیلی خیلی سعی جدی کرد یعنی نقش بزرگ جدی حتی در نمونه های ادبیات تاجیک ببینید انا بعدتر مثلا حتی یک فیلم هم در این باره وای کردن قسمت شاعر همون سینری قسمت شاعر که مال استاد ساتم الاغزاده است انا کن ببینید اگر مقاله ها اثرهای جداگانه دسترسی همه نباشد خرد و بزرگ با چشم میبیند و تاثیر این در قلمرو فارسی زبانان مثلا این چقدر و در قلمرو گفتن ممکن سابق شوروی و بیرون از اون این یکی از فیلم های مثلا بهترین اعتراف شده بود گذشته از این اکنون از اون سالهای 30 و مدت زیاد گذشت نسل جوان
اون خدمتی که اولوغزاده در این جاده کرده است بر نسل جوان شاید اینقدر دسترس نیست، بنابراین برای دسترس گرداندن آثار اولوغزاده مثلا آثار مثلا تحقیقاتی علمی اولوغزاده نقش پروفسور جوان سراج الدین امام علی خیلی شایسته تاکید است. این همون مخصوصا مقاله هایی که دایر به ادبیات و بخصوص رودکی و مثلا کارنامه رودکی درباره شناخت رودکی اون کارهایی که ساتم اولوغزاده انجام دادند در پژوهش‌های این دانشمند پروفسور سراج الدین امام علی با تمام جزئیات دسترس مردم گردید. بله، همان پهلوهای ناروشنی که استاد ساتم اولوغزاده در رابطه با استاد رودکی پژوهش کرده بود، اگرچه همچون نویسنده بود ولی همچون عالمانه پژوهش کرده بود و با واسطه پروفسور سراج الدین امام علی دسترس نسل نورس و جوان شد. یعنی امروز دانشجویان به راحتی میتونن اینها را پیدا کرده باشند. و استاد همان قصه بادغیس رو میخواستیم از زبان شما شنیده باشیم. بسیار عالی جناب مسئله گذاری کردید. گفت در سر این که علاقمندانه با همین سوال برداشته شما من گفتنم ممکن است که شعر عصر میانگی ما رو دانشمندان 3 بخش قسمت کردند. یعنی 3 نوع. 3 نوع دانستند. اول از نگاه درون مایه، اول شعر انگیزه، دوم شعر اندیشه و سوم اندیشه و انگیزه که در ایران این شعر تلفیق میگن، مثلا غزل تلفیق میگن. اون شعر انگیزه بینید که وقتی که امیر همراه مثلا درباریان و وزیر و مثلا از اهل ادب مثلا استاد رودکی با بادغیس هرات رفتن، محیط بادغیس مثلا طبیعت بادغیس بهشت آسا است، بخصوص در بهاران. از بخارا که رفتن اونجا بخواستن با تیزی برگردن، اما طبیعت بادغیس اینها چنون مفتون کرد که یک مدت حتی 4 سال در آنجا ماندند. امیر در آغاز با امیر جرأت کرده گفتند امیرم کی به بخارا میرویم؟ امیر با آنها جواب میداد که میرویم و اول از این محیط بهره برید، از این مثلا طبیعت بهره بردارید، میرویم. همین گونه 4 سال ماندند و دیگر جرأتی به امیر مراجعت کردن رو نداشتند و استاد رودکی اینجا چی چیز به میان میاد؟ مقام سخن و مرتبه سخنور در این شعر انگیزه. رودکی شب مثلا قصیده وصف بخارا رو انشا کرد که توسط 4 مقاله نظامی عروضی سمرقندی 7 بیت این آمده رسیده است. 6 بیتش علاهده است، 1 بیتش در پایان آورده شده است. شاعر تا به اینجا رسید میگوید که امیر دیگر همه چیز رو فراموش کرد، حتی با اسب بیجل جهیده نشست، اسبش رو در راه جل کردن و در پایش پرتابه رو در راه وای کردن. شعر انگیزه است که امیر رو به درجه برانگیخت. بله، به درجه برانگیخت که دیگر امیر حتی سبحانه را فراموش کرد. عجیب که در عصرهای میانه اندکک با کسانی به این مثلا شعر شبه هم کردند.
مثلا دولتشاه سمرقندی میگوید که معاصران ما میگوید بسیار در حیرت میافتند که در این شعر مثلا تو به این درجه امیر رو مثلا شاید بگوید اینجا تاثیر موسیقی باشه، یعنی اغراق میکنن گویا. یک نکته که همیشه دانشمندان سر این موضوع بحث میکنن، از اون که استاد عبدالله رودکی مادرزاد نابینا بود، ولی بیشتر دانشمندان با سندها ثابت میکنن که نه، عاجز نبود و در سر پیری چشمانش میل کشیده شد. میخواستم نظر شما را همچون یک محقق سرشناس که در ادبیات کلاسیک پژوهش‌های زیادی دارید، از جمله در رابطه با استاد رودکی. بسیار اشاره عجیب کردید. واقعا دایر با باسیره رودکی 5 گروه هم در تاریخ ادبیات ما آموختن رودکی عالمان با 5 گروه تقسیم شدند. یک گروه مثلا میگوید که رودکی نابینا به دنیا آمده است. گروه دیگر میگوید که مثلا ناصر خسرو آن تیره چشم شاعری روشنبین میگوید. یا مثلا استاد فردوسی در جلد 8 شاهنامه در فصل آوردن کله دمنه از هندوستان به وی اونجا میگوید که گزارنده را پیش بنشاندند، همه نامه به رودکی خواندند. بو پیوست گویا پراکنده را بیسوفت آنچنان دور آگنده را. یعنی این هم شاهد آن است که اون نابینا است. ولی محققان این را هم رد میکنند که میگویند اشاره اونجا به مج است، به مج که کاتب شخصی رودکی بود. او مثلا ببینید جای دیگر هم میگوید ای مج کنون تو شعر من از بر کن و بخوان، از من دل و سگالیش از تو تن و روان. به مج اشاره دارد و در اونجا شاید درباره مثلا نابینا بودن رودکی و نباشد، مقصد نابینایی رودکی نباشد از جانب فردوسی. انکن ببینید که حتی سال 68 یک اثر مثلا یک تحقیقات روی کار آمد، محقق لنینگرادی عبدالرحمن طاهرجانوف او کاملا اثبات کرد که رودکی نابینا. اکنون به این جواب بسیار عالی جناب را اکادمیک عبدالغنی محمدویچ میرزایف دادند. یعنی نتیجه تحقیقات میرزایف همین است که خود با آثار رودکی بیشتر تکیه کردن در کار، مخصوصا قصیده پیری رودکی که در آوان سالخوردگی شاعر روی کار آمده است و اون به قلم خودی و تعلق دارد، به قلم خودی رودکی تعلق دارد. بیت انتهایی همین قصیده این است که کنون زمانه دیگر گشت و من دیگر گشتم، عصا بیار که وقتی عصا و انبان شد. من ببینید اگر واقعا نابینا می بود یک عمر توسط عصا راه می رفت و عصای دویم طلب کردن حاجت نداشت. چرا عصای دوم را طلب کند؟ از سبب آن که میگوید وای کنون یعنی اکنون زمان دیگر گشت و من دیگر گشتم و عصا بیار. این خود گواهی آن است که در پایان عمر نابینا شده است و عصا طلب میکند. این یک جهتی مسئله. طرف دومی مسئله اینجا باز پیش می آید که چرا وی را نابینا کردن؟ اینقدر مثلا ادیب دوست داشته دربار بود، مثلا یکی از شخصیت های مثلا کلیدی در دربار بود، چگونه شد که وی را نابینا کردند؟ این البته بعد از وفات بلعمی رخ داد. بله درست. چون که بلعمی سال 938 وفات کردند. اکنون رقیبان رودکی که رقیبان رودکی قبلا در مسئله باسیره رودکی هم مثلا ابوزرعه مروزی رودکی رو طعن میکند که مثلا او شاعر نابینا است و به نابینایی اینقدر مثلا و یافت و من مثلا اگرچه در شاعری از رودکی کم نیستم، من مثلا در این مسئله و حالا که وای نابینا است گفته به رودکی طعن میکند. اگرچه مال ندارم مثل رودکی ولی شعر من از رودکی کم نیست. نیست میگه. درست. ولی گپ در سر این که خود رودکی، اشاره رودکی قوی ترین دلیل است که همچنان که عبدالغنی محمدویچ میرزایف اشاره کرده است و این رو هیچگاه مثلا رد کردن نمیشد. قصیده پیری که ما شکایت از پیریش میگیم، همجا میگد که مرا بیسود فرو ریخت هرچی دندان بود، نبود دندان لا بل چراغ تابان بود، سپید و سیمرده بود و دور و مرجان بود، ستاره سحری بود و قطره باران بود. ببینیم استاد اگر نابینا می بود از کجا سپید و سیمرده و قطره باران و از کجا صفت این همه را می دانست؟ پس با چشم خود دیده بود. یا اونجا میگد که همه چی دانی ای ماه روی مشکین موی،
که حال بنده از آن پیش برچه سامان بود. همان ماهرو یعنی خوبرویی یک بانو را از کجا می توانست تصویر کند؟ یا اینکه مشکین موی یعنی اون موی مشک را از کجا می دانست؟ یک دلیل بسیار جالب دیگر هم هست. اون ندیم الشعرا بود. بله. شما شرط های ندیمی بینید، یعنی شخصی که نابینا باشد هیچگاه ندیمی پذیرفته نمیشود. یعنی ندیم کسی هست که وای ظاهرا نیز زیبا باشد، در برابر معنویاتی بای وای ظاهرا نیز زیبا باشد. اون ندیم الشعرا که بود، پس این مثلا یک لخت مثلا وای میشد از میان میرود که وای در مثلا نابینا به دنیا آمده باشد. یک سوال دیگر که چرا استاد ابو عبدالله رودکی ازدواج نکرد؟ بسیار عالی گفتید. در این باره هم وای نیست اخباری مثلا مشخص نیست. در این باره هم بیوسته اشاره های شرحالی خود استاد رودکی همچنان که یادآور شده قصیده شکایت از پیری. البته اونجا شکایت تنها در اولش در چند بیت اول است، در منبع هیچ گونه شکایت نیست. قصیده پیری، قصیده پیری که مثلا در خارج از قلمرو جمهوری ما همزبانان ما این قصیده پیری گفتند. در همین جا اشاره بسیار عالی جناب به خانواده خود نیز دارد. ایال نه، زن و فرزند نه، معونت نه، از این همه دلم آسوده بود و آرام بود. ببینید این خود گواهی آن است که استاد یک عمر به ایجاز رو آوردند، یک عمر تنها به ایجاز رو آوردند. و ببینید مقدار آثاری که استاد رودکی ایجاد کردند، کسی که مشکلی های خانوادگی اگر بر سرش باشد تا به این حد ایجاد کردنش بسیار شبه انگیز است. 1,300,000. ببینید این البته تمام عمر بجز ایجاد به کار دیگر دست نزده است. با حسن صوت چو بلبل مقید نظمم، با جرم حسن چو یوسف اسیر زندانی. بسا نشستم من با اکابر و اعیان، بیازمودمشان آشکار و پنهانی. نخواستم زی تمنا مگر کی دستوری، نیافتم زی عطاها مگر پشیمانی. به عنوان آخرین سوال در رابطه با اون حکمت شعری او که مثلا میگد این جهان را نگر به چشم خیرت، نه بدان چشم کندرو نگری، همچو دریاست و از نکوکاری کشتی احساس تا بدان گذری. شما ببینید که چشم ظاهر را از چشم باطن مثلا پس میداند. چشم دل را چشم خیرت میگوید. درست. این جهان را نگر به چشم خیرت، یعنی معلوم میشد که جهان را به چشم ظاهر میبینید، ولی به چشم ظاهر نهان جهان را دیدن نمیتوانید. به چشم ظاهر تنها ظاهر جهان را میبینید. از نظر استاد رودکی نهان جهان را تنها به چشم خیرت، به چشم دل، به چشم سیرت میبینید. انا برای همین گزارش این مسئله بینید نهایت مهم است. یا خود مثلا بینید مسئله ارثی نبودن دانش. ای دریغا که خردمند را باشد فرزند خردمندنا، گرچه ادب دارد و دانش پدر حاصل میراث به فرزند نه. انا ببینید در اینجا یک مسئله رو به میان گذاشته است که این مسئله حتی تا به امروز خیلی مشکل بود مثلا و مطرح کردن. انا ببینید که دانش و رو مثلا ارثی نبودن آن رو مثلا اثبات کرده است استاد رودکی. یا مثلا جهان همیشه چو چشم گردان است، همیشه تابو و دایینش گردان بود. و ببینید در اینجا کره شکل بودن جهان رو میداند و دور زدن آن رو میداند استاد رودکی که این از دانشی مثلا بسیار فراخی این بزرگوار گواهی میدهد. یعنی اون تنها یک شاعر بود، بلکه شاعری بسیار حکیم. بله واقعا. یا که همون استاد یک شعری که در مکتب ما میخواندیم، همون دانش اندر دل چراغ روشن است. این پاره خواندگیتون از مثنوی کله دیمنه است. از مثنوی کلیله و دیمنه است و در آنجا یکی از مسئله های محوری همین دانش و دانش اندوزی انسان است.
شما تصور کنید که تا جهان بود اثر آدم فراز، کس نبود از راز دانش بی نیاز. مردمانی بخردند در هر زمان، راز دانش را به هر گونه زبان. ببینید این گزارش مسئله و حل این را بینید. گیر کردند و گرامی داشتند تا به سنگ اندر همه بینگاشتند. دانش اندر دل چراغ روشن است و از همه بد بر تن تو جوشن است. انا اکنون مخصوصا همین مصره اخیر چگونه میتوان معرفت کرد. و از همه بد یعنی در بدترین لحظه ها، در حساسترین لحظه های زندگی، در حساسترین لحظه های روزگار و همچون سپر انسان است. سپر انسان است که نه وی را از شما یک کس برده میتواند، نه با واسطه زوری گرفته میتواند، نه خریده میتواند، نه کار دیگر کرده میتواند. افزون میشود ولی کم نمیشود. نمیشود. آفرین، بسیار عالی. زنده باشید. جهانی سپاس استادی عزیز از شما که دعوت ما را پذیرفتید و ما افتخار بخشیدید. زنده باشید. این اکنون ببینید که مکتب بخارای رودکی این یکی از جدیترین مکتب ها در تاریخ ادبیات ما است که با مکتب های متأخر، مثلا مکتب های من بعد تا انقلاب اکتبر، این مکتب ادبی ایجادی ادبی هنری رودکی همچون مکتب واقعی، همچون سرچشمه مثلا آثار این مکتب استفاده شد. یک پایه بسیار نیست ادیبی که از رودکی یاد نکند. بیشک بسیاری از بزرگان ما، چی شیخ سعدی بزرگوار، چی خواجه حافظ، چی حکیم فردوسی، چی حکیم ناصری خسرو، اون همه شخصیت‌های ادبیات همچون پیر خرد استاد خود شماریدنش. همطور نیست؟ آفرین. اگر با گفتن یه دو شب شد سلامت باشید. حکومت ملی بینید، حکومت ملی، غمخواری حکومت ملی و مخصوصا سرور این حکومت اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمون. شما تصور کنید سیاست فرهنگی پیش از همه، از طرف دیگر اینقدر به کلام هنری و ادبیات ما اینقدر توجه دارند، اینقدر غمخواری ظاهر میکنند که تاریخ این را یاد ندارد. شما تصور کنید این ما مثلا 1000 و چند سال، 1200 سال پیش در دوره سامانی ها میدیدیم. مثلا غمخواری سامانی ها بینید که 4 تن دانشمند انسیکلوپدیست پیدا شد که مثلشون تو آنها و بعد از آنها نیست. آنها از 150 تا 500 اثر ایجاد کردند. انا اکنون غمخوری این مثلا شخصیت، این سیمای سیاسی، غمخوری این سیمای سیاسی در شناخت ارزش‌های ملی، در احترام و نگاهداشت ارزش‌های ملی نهایت بزرگ است و مخصوصا کلام هنری منظوم و منصور عصر میانگی که مثلا روز رودکی بله یکی از غمخوری‌های حکومت ملی است در این سطح. البته این قبلا هم بود ولی در این سطح نبود. در این سطح این البته من ببینید در یک محیط بود دو بزرگوار، دو سیمای مشهور ما، یکی مثلا نماینده شعر اندیشه مولانا جلال الدین بلخی، دیگری مثلا استاد رودکی. محض توسط مثلا در دوره حکومت مثلا شوروی، در دوره سابق مثلا در برنامه‌های تعلیمی مکتب‌های میانه از مولوی اصلا سخن نبود. مولانا جلال الدین بلخی نبود ولی امروز غمخوری بینید که روز مولانا وای کرده میشد و این به واسطه جدیترین اقدام حکومت ملی و مخصوصا سرور آن است. دقیقاً. تشکر زیاد استادی عزیز. من از فرصت استفاده بوده بینندگان رو به روز رودکی مبارکباد میگویم. صفا بخشیدید، خوش آمدید، زنده باشید. سلامت باشید. من ذخیره اندوختم، دولتی گرد آوردم. این است غزلیات رودکی، قصیده های رودکی، بندنامه رودکی، سنبادنامه رودکی، کلیله و دمنه رودکی. این همه را
من به آنهایی که دوست می‌دارمشان و به آنهایی که مرا دوست می‌دارند به مردمان می‌بخشم. شب نگرانم به یمن تا تو برایی، زیرا که سهیلی و سهیل از یمن آید، پوشم که بپوشم صنما نامی تو اصل. ای تا نامی تو کم در دهنی انجمن آید. به هر که سخن گویم اگر خواهم